سلام بچه‌ها، امروز اومدم بهتون یاد بدم که چجور بتونین هوا رو بتونین صاف کنین، بعد بارونیش کنین، بارون رعد و برق کنین. مثل همون پست قبل این سه گزینه بالا وسطی رو میزنین، بعد میایین سه گزینه سمت چپ میایین گزینه وسطیشو میزنین، بعد همین پایین تایم رو میزنیم. خب اینجا الان هوای من آفتابیه، میخوام بکنمش بارونی. بعد این فلش پایینی رو باز میزنم، ببینید بارونی شد. بعدش حالا میخوام از بارونی درش بیارم، میام تو این سه گزینه بالا وسطی رو میزنم، بعد سه گزینه سمت چپ وسطی رو باز میزنم، میام توی قسمت آخر پایین، بعد این هوای آفتابی رو میزنم فلش پایین. الان چند ثانیه طول میکشه و بعد ببینید بارون براتون قطع میشه به همین راحتی. لایک و سابسکرایب فراموش نشه، پیج ما تازه شروع به کار کرده و بعد جون نیاز به حمایت شماها دارین. زنگوله بغلی دکمه سابسکرایب هم بزنین که هر ویدیوی جدیدی گذاشتیم به دستتون سریعتر برسه و خدا نگهدار.